دوستای خوب و مهربونم. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه. مرسی که ویدیو من رو برای تماشا انتخاب کردید. من آزاده هستم. خوش اومدید به کانال خودتون آزاده آلاله. من امروز اومدم به خونه هاتون برای آموزش یه خورشت ماست اصفهانی که امیدوارم شما هم اون رو درست کنید، در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. بریم که این خورشت خوشمزه و خوشگل رو با هم دیگه آماده کنیم. موادی که ما احتیاج داریم برای درست کردن خورشت ماست 600 گرم گوشت که برای این 600 گرم گوشت 1 کیلو ماست کیسه نیاز داریم، بادام، پسته و زرشک برای تزیین احتیاج داریم، شکر 3 تا 5 قاشق غذاخوری، یه دونه پیاز برای پخت گوشت. برای پخت گوشت میتونید شما زعفرون و برگ بو استفاده کنید یا زردچوبه و برگ بو. من خودم با زردچوبه و برگ بو میپزم گوشتم رو برای اینکه بوی گوشت رو خیلی بهتر میگیره، چون اگر زعفرون استفاده بکنم برای پخت این گوشت به علت اینکه نمیتونم از نمک زیادی استفاده بکنم گوشتم یه مقدار سفت میشه، اما زردچوبه گوشت رو سفت نمیکنه و راحت تر پخته میشه برای خورشت ماست. این یه نکته مهمه که در نظر داشته باشید. زعفرون مواقعی که گوشت رو میتونیم با نمک زیاد پخت بکنیم بسیار گزینه خوبی است برای بوی بد گوشت رو بگیره، اما برای این خورش بهتره که با زردچوبه و برگ بو و من یه نوک قاشق چای خوری هم نمک زدم برای اینکه اون بوی بد گوشت رو نمک واقعا هیچ چیزی مثل نمک نمیگیره. زعفرون، هل و گلاب که خوشبو کننده های این غذا هستن و طعم بسیار خوبی به غذامون میدن، اما شما به سلیقه خودتون به ذائقه خودتون میتونید که همه اینها رو خودتون کم و زیاد کنید. برای خورشت ماست بهتره که ما گوشتمون رو توی حتی 1 قاشق روغن هم سرخ نکنیم، چون اکثر خورش ها رو ما گوشت رو تفت میدیم و بعد آب جوش یا پیاز، ادویه‌جات رو بهش اضافه میکنیم. اما خورشت ماست تنها خورشی هست که بهتره هیچ روغنی درش استفاده نشه. گوشتی رو که ما میتونیم خورشت ماست باهاش درست کنیم باید حتما از گوشت گردن باشه. گوشت گردن گوشتیه که زود پختش انجام میشه، نرم هست و نکته بسیار مهمی هست برای درست کردن این خورشت ماست، به خاطر اینکه ما وقتی گوشتمون رو میپزیم، من همیشه گوشتم رو 2 برابر زمان میپزم، به خاطر اینکه میخوایم این گوشت رو بعد از پخت کفمال کنیم. حالا کفمال چیه؟ توی ویدیو میبینید در ادامه که من با گوشت بعد از پخت چه کاری رو انجام میدم روی گوشت. اصطلاح رستورانی این خورشت ماست برای گوشتشون کفمال هست. کف دستمون رو اینقدر روی گوشت میکشیم تا گوشت به حالت سفید رنگ در بیاد. به همین دلیل بهتره از گوشتی استفاده بشه که بتونیم این کار رو باهاش انجام بدیم، که نرمترین قسمت گوشت گردن هست. مهم نیست گوساله یا گوسفند باشه. بهتره این که گوشتمون رو با زودپز بپزیم اگر دارید، اگر ندارید، اگر قراره که شما گوشتی رو که برای هر غذای آماده میکنید در زمان 1 ساعت به طور مثال میذارید، بهتر زمان پخت این گوشت رو 2 برابر کنید توی هر ظرفی که درست میکنید، حالا قابلمه یا زودپز. من از زودپز استفاده میکنم. همیشه گوشتا 45 دقیقه‌ای له میشه، اما برای خورشت ماست باید زمانم رو 2 برابر کنم.
سعی کنید برای پخت گوشتتون حتما از آبی که جوش آوردید استفاده کنید. اصلا آب لوله استفاده نکنید، برای اینکه نمیخوایم رنگ گوشتمون کدر بشه. ما میخوایم رنگ گوشتمون شفاف بمونه که این کار باعث میشه اگر گوشتمون کدر بشه بعداً رنگ قهوه‌ای گوشت باز نشه و خورشت ما رنگ قشنگی رو به خودش نگیره. گوشت رو من به مدت 1.5 ساعت تا 1 ساعت و 45 دقیقه توی زودپز میپزم و بهتره که بذاریم کاملا نرم بشه. حتی اگر از زمان 2 برابر هم استفاده کنیم باز بهتر هست که این گوشت وقتی بین 2 تا انگشتمون میذاریم کاملا له بشه. زمانی که پخت گوشت من تکمیل شد، من زودپز رو درش رو باز نکردم، 1/2 ساعت کنار گذاشتم تا حرارت اولیه‌ای که داره کاملا بیاد پایین و من بتونم با گوشت راحت کار کنم. چون به محضی که گوشت رو از زودپز در میاریم باید با چنگال به همین صورتی که توی تصویر میبینید گوشت رو از هم دیگه باز کنیم و بلافاصله بعد از اینکه گوشتمون یک مقدار خنک شد اون رو کفمال کنیم. برای کفمال کردن بهتره این که شما حتما این کار رو با دستتون انجام بدید ترجیحاً. اگر نمیتونید باز از گوشتکوب استفاده کنید اشکالی نداره. همین جایی که من دستمو نشون میدم باید اینقدر روی گوشت بکشیم تا گوشت به صورت ریز ریز و نخ بشه. اگر شما نمیتونید این کار رو انجام بدید سعی کنید اصلا از میکسرهای برقی برای میکس گوشتتون استفاده نکنید، چون کشدار بودن گوشت توی این غذا بسیار بسیار مهمه. نکته اصلی و مهمش اینه که این گوشت رو مثل تصویری که میبینید 10 دقیقه، 1 ربع، حتی گاهی وقتا 20 دقیقه اینقدر با دستتون از همدیگه باز کنید تا کاملا رنگش باز بشه و رو به سفیدی بره رنگ گوشت ما. و این کار رو با میکسر ما به هیچ عنوان به دست نمیاریم، پس بهتره اصلا از میکسر استفاده نکنید. حتما به این نکته توجه کنید که ما نمیخوایم گوشتمون حالت خمیری شکل پیدا بکنه، چون هر چقدر ما گوشتمون رو به همدیگه فشرده کنیم و حالت خمیری بشه هم در انتها کشدار بودن خورشتمون کمتره، همین که به راحتی نمیتونیم با ماست مخلوطش کنیم. پس همون موقعی که دارید گوشت رو کفمال میکنید سعی کنید هر چند ثانیه یک بار گوشت رو کاملا از هم دیگه باز کنید و به شکل رشته رشته نگه دارید تا رنگ گوشت کاملا روشن بشه. شاید برای شما هم جالب باشه که اگر اسم این غذا خورشت ماست هست چرا به صورت سرد سرو میشه و اکثرا به صورت دسر سرو میشه. درسته این غذا رو هم گرم سرو میکنن که اگر گرم سرو بشه غذا هست که بهش میگن خورشت ماست، اگر سرد سروش بکنن که میگن دسر خورشت ماست. به همین خاطر ما به این نکته توجه نمی کنیم که موقعی که سرد سرو میشه جزو دسرها هست و موقعی که گرم سرو میشه توی غذاها قرار میگیره.
ولی یه نکته خیلی خیلی مهم داره، اگر ما قرار باشه این غذا رو سرد سرو بکنیم، مثل کاری رو که من الان دارم انجام میدم که گوشت رو با ماست مخلوط کردم، زعفرون میزنم دیگه، بعد از اینکه مخلوطش کردم فقط با گوشتکوب میکوبم، موادی رو که باید اضافه کنم مثل گلاب، هل، زعفرون اینها اضافه میکنم و روش رو تزیین میکنم، داخل یخچال نگهداری میکنم. اما اگه قرار باشه این غذا رو گرم سرو بکنم، بهتره اینکه روی گاز یه پختی بعد از اینکه مواد مخلوط شد انجام بدم در انتها و دوباره با گوشتکوب گوشت رو کاملا توی ماست نرم بکنم، مثل کاری رو که من الان دارم انجام میدم، چون من میخوام دسر نباشه و میخوام به صورت غذا سرو بشه. به همین خاطر خورشتم رو کامل میپزم و همینجوری که توی تصویر میبینید و بعد تزیینش میکنم. پس شما با توجه به استفاده‌ای که میخواید از این خورش داشته باشید میتونید تصمیم بگیرید که پختی رو که الان من دارم انجام میدم روی این خورش انجام بدید یا ندید. اما من از خیلی از رستوراندارها شنیدم که اگر این خورش بعد از اینکه موادش مخلوط میشه پخت روش انجام بشه، باید زمان استفادهش خیلی زودتر از خورشتی باشه که پخت روش انجام نمیشه. به این نکته توجه کنید، چون باید خیلی سریع بعد استفاده بشه. گوشت و ماست وقتی پخته میشه خیلی با هم دیگه سازگاری اونجوری نداره که بخواد زیاد زمان نگهداریش بالا بره و ماست زود ترش میکنه. به این نکته توجه کنید. اگر نمیخواید سریع استفاده کنید سعی کنید نپزید خورشتتون رو. به صورت سرد اگه مخلوط کنید و در یخچال نگهداری کنید میتونه تا حدود 1 هفته هم توی یخچال بدون هیچ اشکالی باقی بمونه. زرش یکی از تکمیل کننده های طعم این خورشت خیلی خوشمزه هست که اگر حذف نشه خیلی بهتره و طعم لذت بخشتری به خورشت ماست ما میده که نیاز هم نیست با شکر حتما سرخ بشه. با یک مقدار روغن خیلی کم زرشکا رو سرخ کنید و برای روی تزیین روی خورشتتون استفاده کنید. اما میتونید بعد از کوبیدن مقداری زرشک هم به سلیقه خودتون، به ذائقه خودتون اگر خیلی دوست دارید داخل این خورشت هم میتونید مقداری زرشک استفاده کنید. دوستای خیلی خیلی مهربونم، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایکش کنید. اگر کانال منو هنوز سابسکرایب ندارید خوشحال میشم سابسکرایب کنید. برام کامنت های قشنگ بذارید پای ویدیو تا انرژی بگیرم. اون زنگوله رو فشار بدید که اگه ویدیوی جدید میذارم براتون نمایش داده بشه و شما رو تا یه ویدیو ولاگ دیگه با آزاده به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. بدرود عزیزانم.